حاضرین محترم، وضعیت منطقه و جهان امروزه که خصوصاً وقتهای آخر زود تغییر یابنده، پیشگویی نشونده و پر از رویداد و حالتهای غیر چشمانداز گردیده است، از هیئت شخصی قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق آماده باشی دائمی جنگی و دانش و ملکه بلند کسبی را تقاضا می‌نماید. در یک مرحله کوتاه بینید در سابق اتحاد شوروی چه حادثه شد در بعضی جمهوری‌ها شاهد هستیم. جمهوری قزاقستان یک کشوری پیشرفته ترقی کرده، چه حادثه روی داد؟ اساسش را رویه‌های اکستریمیستی تروریستی تشکیل داد. همون بدبختی‌هایی که سالهای 90 در ما سر زده بود. اگر اعتبار داده باشد، من دائما در سخنرانی‌های خود میگم که ما کوشش کنیم در غفلت نمانیم. من در پیامم در بسیار ملاقات‌هایی که با شما داشتم تاکید میکنم تکرار به تکرار، قزاقستان یک کشوری پیشرفته ترقی کرده. یعنی که وضعیت چه قزاقستان بزیب که تو یعنی که پیشوی ملت البسی رفته که ترکمنستان میرود تمام که نوبت من رسید دیدید وای بسیار هم وضعیت بزیب وای بزیب شدگی وای شدگی. چه حادثه روی داد؟ قزاقستان چی شد؟ اساسش را رویه‌های اکستریمیستی تروریستی تروریستی کار فقط همیه او توقعی یا دروغ گفت یا دروغ روز کنی دیگه باید او چای دروغه اوش پدر دروغ. همون بدبختی‌هایی که سالهای 90 در ما سر زده بود. فهمیدی؟ هم بدبختی ها در سالهای 90 هم درست بود. اگر اعتبار داده باشد، من دائما در سخنرانی‌های خود میگم که ما کوشش کنیم در غفلت نمانیم. غفلت نمونه، کشتن در کره مردم زدن در کره تیت پیت کردن در کره غفلت نمونه. یعنی مداراتون بکشی، اوچهاتون بکشی، پدراتون بکشی، شما در غفلت نمونه. برای من یعنی برای من حمایت کن لوبو کرده باید برای شما افسر ملت. بله رحمانوف سخت ترسیدگی ان شاء الله وضعیتش بسیار بزی به قزاقستان چند بار در برنامه ما ذکر کردیم. ان شاء الله که رحمانوف فهمیدگی که وضعیتش تربای یکی میگم میخیزه که وضعیت دو بهنگم تغییر میکنه. همین فهم یکی خسته که مردم همه در سری تر آمدن میخوان که دفت کنن به ایمانی خونه سخته. این کار حتما شدنیه و این کار ان شاء الله که میشود و او روزی بزرگ نزدیکه و ما هم در انتظار همون روزی بزرگ هستیم و ان شاء الله که غدا لناظره قریب، فردا برای شخص منتظرش خیلی نزدیک است. بینندگان گرامی در گذاشتن لایک هاتون کوتاهی نکنید و برنامه استاد محی‌الدین کبیری پس از 1 دقیقه یا 2 دقیقه شروع میشه و ان شاء الله همتون با کانال استاد محی‌الدین کبیری برای برنامه خیلی مهم و جالب با نام در اوکراین چی میگذرد یا وضعیت اوکراین را برای تاجیکا تحلیل کرده میتید که تا بفهمیم وضعیت در امروز اوکراین چگونه است و نظر به حالت‌های اوکراین ما در تاجیکستان و دولت‌های مشترک المنافع چی چیزهایی را یعنی خوب دیگر انتظار باید باشیم ما.